یوحنا باب 15. من تاک حقیقی هستم و پدر من تاکدار است. هر نوده را که در من میوه نآورد او بریده می پرتاید و آن را که میوه می آورد پاک می سازد تا که بیشتر میوه آورد. شما الحال به واسطه کلامی که به شما گفتم پاک هستید. در من بمانید و من در شما. چطوری که نوده نمی تواند خود از خود میوه دهد اگر در تاک نماند، همچنین شما نیز اگر در من نمانید. من تاک هستم و شما نوده ها. کسی که در من بماند و من در وی، میوه فراوان می آورد، زیرا که بی من هیچ کاری نمی توانید کنید. کسی که در من نماند چون نوده بریده می شود و می خشکد و چون این نوده ها را گرد آورده به آتش می اندازند و آنها می سوزند. اگر در من بمانید و سخن من در شما بماند، هر چی می خواهید طلب کنید و آن به شما داده خواهد شد. جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان آورید و شاگردان من خواهید بود. چنان که پدر مرا دوست داشته است، من نیز شما را دوست داشتم. در محبت من بمانید. اگر احکام مرا رعایت کنید، در محبت من خواهید ماند، چنان که من احکام پدر خود را رعایت کردم و در محبت او میمانم. این را به شما گفتم تا که شادی من در شما بماند و شادی شما کامل باشد. حکم من این است که یکدیگر را دوست دارید چنان که من شما را دوست داشتم. کسی محبتی بزرگتر از این ندارد که جان خود را برای دوستان خود فدا کند. شما دوستان من هستید اگر احکام مرا بجا آورید. دیگر شما را بنده نمی خوانم، زیرا که بنده نمی داند آقایش چی می کند. لیکن شما را دوست خواندم، چون که هرچی از پدر شنیدم و شما بیان کردم. نه شما مرا برگزیده اید، بلکه من شما را برگزیدم و شما را تعیین کردم که شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند، تا که هرچی از پدر به اسم من طلب کنید و شما عطا کند. این چیزها را به شما حکم میکنم تا که یکدیگر را دوست دارید. اگر جهان از شما نفرت کند، بدانید که پیش از شما از من نفرت کرده است. اگر شما از جهان می بودید، جهان منسوبان خود را دوست می داشت. لیکن از بس که شما از جهان نیستید، بلکه من شما را از جهان برگزیدم، از این سبب جهان از شما نفرت می کند. کلامی را که به شما گفتم در خاطر نگاه دارید. غلام بزرگتر از آقای خود نیست. اگر مرا تعقیب کردند، شما را نیز تعقیب خواهند کرد. اگر کلام مرا رعایه کردند، کلام شما را نیز رعایه خواهند کرد. لیکن همه این را برای اسم من به شما خواهند کرد، چون که فرستنده مرا نمی شناسند. اگر من نمی آمدم و به آنها سخن نمی گفتم، گناه نمی داشتند. لیکن اکنون برای گناه خود عذر ندارند. هر که از من نفرت کند، از پدر من نیز نفرت می کند. اگر در میان آنها اعمالی را نمی کردم که دیگری هرگز نکرده است، گناه نمی داشتند. لیکن اکنون آن اعمال را دیده، هم از من و هم از پدر من نفرت کردند، تا به عمل آید کلامی که در توراتشان نوشته شده است: بی سبب از من نفرت دارند. لیکن چون پشتیبان که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم بیاید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد، او بر من شهادت خواهد داد و شما نیز شهادت خواهید داد، زیرا که از ابتدا با من بوده اید.